خاطررسانی همیشگی را میکنیم. اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید و نوار لایک گذارید. فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها گذارید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. شنوندگان درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی امروزمون چنین است. Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see by Mark Twain. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: مهربانی زبانی است که در آن ناشنوا می تواند شنود و نابینا می تواند بیند. سخن مارک توین. New words کلمه های نو: weather باد و هوا، warm گرمی میانه، hot گرمی به نهایت گرم، cold خنک سلخین، chilly خنک میانه، cold خنک به نهایت خنک، freezing هوای یخ کننده، below freezing هوای یخ کننده زیر صفر، sunny آفتابی، nice زیبا، clear صاف، rain می شود باران، rainy می شود بارانی، wind می شود شمال، windy می شود شمالی، cloud می شود ابر، cloudy می شود ابری، partly cloudy قسماً ابری، storm می شود طوفان، stormy می شود طوفانی، fog می شود تمن، foggy می شود تمندار، dry خشک، wet تر، humid هوای گرم و تر و یا هوای نمدار. برای چگونه بودن هوا دو نمود سوال داریم. What's the weather like? How is the weather? هوا چگونه است و یا هوا چخیر است؟ در اینجا رسیدیم باز به پایان یک درس دیگر. اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید، به نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. دوستان و نزدیکان خود را از درس های ما بخبر نسازید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.